کمی دورتر روباهی تشنه به آب نرسیده بود. روباه اصلا جای کیر نداره. نه با تله گرفتن، زنده گرفتنش، بردن شکمش پاره کردن. جلوتر که رفتیم لاشه توله گرگی را دیدیم که دیشب شکار شده بود. هنوز خونریزی داشت. حیوان زبون بسته رو هم چشماشو تخلیه کردن، هم دندونای بالاشو کشیدن و هم شکمشو پاره کردن. دریده شدن شکم حیوانات و رها شدن لاشه هایشان برایمان جای سوال بود. بردن شکمش پاره کردن، زالش در بردن. شکارچیان از ناخن و دندان حیوان گرفته تا دم، مو و حتی استخوان آن را جدا می کنند. میبره میده به کی؟ به اون طرف رمال دعانویسی که برای دعا و ثناویچی هاشون. آدرس یکی از کسانی که حکم قتل این حیوانات را میدهد در کوچه پس کوچه های جنوب شهر شیراز پیدا کردم. ادامه کار را با دوربین مخفی و به بهانه گرفتن دعا به خانه این رمال رفتیم. میشناسینش؟ بله. چیه کارش چیه؟ ها؟ کارشون چیه؟ کارش همه کار ماشاءالله. اینجا یکی برای بختگشایی، یکی برای دور ماندن از گزند اجنه، دیگری برای روشن شدن وضع مالیش و برخی هم برای درمان آمده بودند. دعاش خوبه؟ عالی. قبولش نمدم. وقتی نوبت ما شد همان اول 150,000 تومان هدیه رمالیش را کنار گذاشتیم. ست دعا برات می‌نویسم، شما میری دندون گرگی پیدا میکنی میاری، من برات روش دعا میخونم و تو خونت نگه میداری. حکمتش یک، برای چشم زخم زندگیت از این رو به اون رو میشه، وضع مالیت خیلی خوب میشه. در یکی از محلات دیگری شیراز سراغ رمال و دعانویس دیگری رفتیم. اگر بتونی یه ذره روباه پیدا کنی بیاریش اینجا، برات یه دعای روش مینویسم، بعد میبری تو قبرستون قدیم خاک میکنی، چشم و زخم از دور میکنه. اندام حیواناتی که رمالان برایمان تجویز کرده بودند در بازار به وفور وجود داشت. حکمت برای کارگشایی، مثلا فرضاً کسی دوست داشتن دوستت می‌دارن، برای این کارا هست. فروشندگان اندام حیوانات نه تنها در بازار بلکه در فضای مجازی هم بازارشان سکه است. مهره مار هم دارین شما؟ بله در خدمت هستم. مهره مار چنده؟ پیر مار 150، مار جعفری 350، چاکوبرا 480. اینجا اندام حیوانات از 200,000 تومان تا بیش از 2 میلیون تومان خرید و فروش می شود. موی پیشونی گرگ هم دارین شما؟ پیشونی گرگ بله. قیمتاشون چنده؟ قیمتاشو پیش دادم دیدیم که 1.2 میلیون اینجا هست. با یکی از فروشندگان قرار گذاشتیم. هم دندان و موی پیشانی گرگ و هم مهره مار برای من آورده بود. تا 3 هفته تا 21 روز بفرمایید. خب توی چرم نذاره. خب دیگه نشونه کسی نده، به کسی نگه، تو سرکه هی نندازه. رمالان و جادوگران از جهل و خرافات برخی افراد تا جایی پیش رفتند که کارد را به استخوان حیوانات اهلی هم رساندند، مانند پاهای همین سگ که زنده و بی‌رحمانه بریده شده. بندهای انگشت بریده شده. متاسفانه هر دو اندام به صورت مساوی و در یک شرایط یکسان این اتفاق براش افتاده. وقتی عقل و خرد تخته می شود، دکان رمالی و جادوگری باز می شود. بحث خرافات و باورهای غلطه و البته اینجا خیلی ها بودن دیروز. من خیلی از کیسان میگفتن که ظاهرا چندین بار با این مسئله روبرو شدن. هرچند محیطبان کافی برای حفاظت از عرصه‌های 2.5 میلیون هکتاری منابع طبیعی و زیست محیطی فارس وجود ندارد. نیاز به 900 نفر نیرو داره، نیروی محیطبان، که الان ما 180 نفر محیطبان در استان داریم. اما می شود با تکیه بر عقل و خرد دکان رمالان و سحرنویسان را تخته کرد. سودجویانی که سوار بر گرده خرافه پرستان و خرافه گرایان جاهل روزگار حیواناتی را که نمی توانند به جایی شکایت ببرند سیاه کردند. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.